چه کار نمیکنه؟ گجی بله لالا. یه دقیقه بیا. چی مایی؟ بیا برو این درد کندم سرا برو. خوب. بگو چه؟ چی خدمت کنم؟ هم 250 بگو بمی گوشی برار من ری کنه با شماره روشن بخی. چه؟ با حساب اینترنت من نمیفهم خلاص شده فکر کنم وقت من کار نمیکنه. بخی. یعنی لالا مصرف اینترنت چه ما و خرج ما بیشتره. و تو چی ربطه داره؟ لالا اینترنت چی فایده داره؟ همین اینترنت رو ساشو تربیچی. همین دونیم صد ریپیر نیم کیلو گوشت گوست برم بسونیم که همه دیما بخوریم. گوشت نمیخوری بخور با عمر خوب. خب این چی با فایده داره؟ فایده داره تو بزی کارا نداری. 250 بگو ری کنه. خوبه؟ باز من حساب میکنم خوبه. بلی الله دی کندار بی. اگه اون ندش از او غلام رسول بگو هر دوتا من حساب دارم. نته با کجاه؟ یک دقیقه کار میکنه در کار نمیکنه. یا بکش بچی من بابا کاری چکار با چر در خبره این گل برار تو بابا جون تو چرا در خبره میگی در سال خوب است کو چکار خیریت تقید میکشی این گل برار تو چه این گل برار تو کجیرک سکل زد کجا اما دام کجا ماله کو کی حاله بکشو سکل زد بیا با کجا سکل بیا بابا کجا جابی خدا طور بزنه که میزنی و میجی خدا به دست من نمیفته این خیلی ام بزر تو نموز نست داده که چکار بشدی بازم جای شکر که خیلی نرم نشدی ابا وسط تو چه میرفتی برار جو باشه تو بگذارم چه بیوته بده نه قرار خویش خوب بلای بچه بلی خوب بلای کو خاله درد که نداری خیلی خوب میشه هیچته بود اگه نفهمیدی اصلا هیچی نه لالا هم دکردم کوچه درد دادم دیگه نفهمیدم چون چی بود بخوردم و گفتادم خلاص دیگه هیچی نفهمیدم خب اگه گیلای بیچاره بیام و درس را آمده برای ما بگفته لالا جان کدوم همه بیا بودیم آره پولا خلاص شد برارم همون 300 پول به کیسه می بوده پولای بانداجا و اینا رستوندم که پاسامان کردم مثل با تو همی اوش کنی نامه اینا هم ابتای تام زنگ نزنی یک دو سه روز دیگه هم باشه و ده باشم بفهمیدی خبر نشم من پولور دارم کنم دعا تو رم بستونم میام با درس را عزیز خدا نترسم برم خوبه تو که میوه منال مستونم میارو که بخوری سرالش انشاءالله ای خدا تو در بدر کند که من ندیدی و میکلونی و تو بدیدی مرمی تشالله پر کردی چگاه؟ من به 5 دقیقه میام خوبه؟ کوری نبودی بودی
تیار میکنم پر حاله میزنی و میج کجایم پیرده بچه؟ نیا کجایم؟ نیا و کجایم خب؟ ما شما کجا برار تو کجای عباس؟ اشتم چون صدا کو یا پیار خو یا برار خو انا میخندم میگم چون کجایم تو میگم صدا کو برو ما چون تو صدا کو ماما جو برو یا پیار خو یا برار خو نیا آمادم بگو یک دقیقه تا درس را ما بیایم خوبه؟ خوب حتمی بگی برنا خوبه؟ خوب پیرشی دلچین چی افتاد؟ ها؟ بلند گبزه بله ای دو سعی که توی به کجا بیده که با با جون سکین رو منو سلام علیکم خیریت بخیر شکر میگم خیریت که به در سر آماده بیدین الله خیر خیریت مون درست امی کجی برا خورای کردم با دکون رای کردم خب انا دیدم گیلاک بیام و در سراغ کشیده نفس سوخته بیام و که بیا که برار تو موتور بزده خب برفتم اونها که بردشتم ببردم باز جای شکر که خیلی نرم نشده دست پای بگشته دستای هم بر سر هم زخم شده خب انا گیلاک گفتم که کی زده گو عباس بچی مامان روز زده خود موتور بزده و راخو بگرفته برفته یعنی گیلک به شما گفت بله یا انا بیامدم در سرا شما اومدم در سرا نه عباس دیدم نه شما دیدم بچه خورده شما دیدم گفتم یک چرخ باز بیاین که بخشش باشه سرگردون هم بکردم شما منتها می جای شکر که به خدا برا رگ مخل نرم نشده اون به خونه پرته معذرت میخوام بخشش باشه که نرسیدیم فقط ما معذرت خیر بینیم معذرت ولی هم بچه بفهمونیم بگیم آرومتر تا همین کوچه ها به خدا موزه بچه خورده دور اجون یک میزنه بدتر نرم میکنه راست میگه راست باز همی که بزده خواهم یک دقیقه مستاد ما و شما غمسایه هم مستاد اکسایی میکردم اونا که برمیدش زد ما با خونه نمیبیدم زدم کسی به تامی کوچه نمیبید زد این بیشتر نرم میشد دور اجون سر بدتر مشکست کنون ریزی میکرد که بچه علاق میشد باز همی گیلک بیچاره دیدم غیخ کشیده بیام و در سرا نفس سوخته برفتیم اونا که بردشتیم ببردیم با خونه پاسمان کردیم خدا دیگه معذرت دیگه فقط ما بچه بفهمونیم خوبه اونم نصیحت میکنم بیاین که بریم به خونه جور تیار باشین بفرمایید زنده باشین دیگه شما بخشش باشه سرگردون گردون بیان در سالار نبینید دیگه خیر بین بخیر معذرت دیگه بریم خودش بچه خوب بفهمونیم خوبه چشم خیر باشه معذرت هم چیز کار گل جابه نرنجی رسخاره نرنجی جابه نرنجی رسخاره نرنجی فراریم گوا شدم ز دست نرنج بگومه که دوی چه پانه با وقت کردن که برفتی به گل گفتی که عباس که جیره بزده و موتور زده بلار تو سکیل وردش عباس بزد به کلم تلفک نرم شده خب تلفک نرم شده می چی احتیاجی دیستی که برفتی بگفتی برای اینا اما دیکندار گفت بده گیلک دویده برو در سرای اینو بگو که برار یعنی جگای ایتا جونجکلک یاره تو خاله خبر رسون هم میشناسم جونجکلک میداد جونجکلک میداد چی به تو بمونده هم داری به تو بدادا نه گو میدم میدم چی میده میدم
و همسایه گفت همسایه بگفته باشه بگه بچه خورد تا میندازی. خب گفت اکبر که چی مرتکب میشه خدای نکرده خاک به زبون شما بموره. بمرده این لماز خدا من دونور بس ده بس کل افتاده و بعد از اینجا گفت 40 تا انبالی رو کردی بگفتی خود دکوندار گفت همسایه تا دکون گفت اگه تو بگو خور از ساختمان هم میندازی همسایه تا دکون. نه از اونجا بفته که من مرم پامو میشکنه. او تا عقل تو میکشه به پی نقص خود تو. نه برفت از اینجا که بیا بلا خب بگو چی بگم؟ بگو تو یک وجه ابغاتتونه تو سکل سوال میشی پرشک میدی ای چیز علی مثل از این بچه گکسکی یه بچه خوبه پرشک نداد اجلو مطیر که باسکل خود او پرشک میده ایتا میگیره شاخه سکل به هوا تو بدیدی به چشم سرخ که پرشک میده؟ نه خود نه خب که ندیدی از دور او برای خود میرفته حادثی بوده اتفاق افتاده دیگه بعد تو چرا میگی از اینجا که پیش خود به سر چینگ خود گره زنی بری بگی من نگفتم خب همسایه دکون گفتم ده دفعه همسایه تا دکون گفتم تو هم اضافه فکر نکردی ما همسایه تونم نگی ما به تو نزدیکتر میمونیم دگه نمیگم رمضان همه هر روز حادثه میکنه که ما تو دگه شیطینی نمیکنه شیطینی خوب نیه میامده به میگفتی به من 50 ریپه بده آن برات تو تکار کردم هیچ چی نگفت دگه نمیگم رمضان شیطینی خوب نیه صحیحه دیگه ولی خوب گفتی ما بیا خوبه شیطینی خوب نیه شیطینی خوب نیه دگه نمیگم رمضان شیطینی خوب نیه خلاص دیگه نه دایره و دست مدار عروس افتاد یار به این دو من مسلمانیم